قبل از اینکه سولفور کیوب رو به این شکلی که کنار منه بخواید بشناسید یا بهتون معرفی بشه، کجا دیده بودینش؟ فکر نمی کنم یادتون بیاد. حقیقتش منم اصلا خبر نداشتم و متوجهش نشده بودم، ولی یه جا خوندم، رفتم دیدم و فهمیدم که آره درسته. برمیگردیم به سال 2019، تیزر آپدیت ویلج اند پیلج و جایی که ما میبینیم دو تا بچه ویلجر دارن با همدیگه فوتبال بازی میکنن و توپشون اسلایمه. در واقع ایده استفاده از یک مابی شبیه اسلایم برای توپ داخل ماینکرافت خیلی قدیمی تر از این حرف هست. صرفا الان تونستن که با معرفی سولفور کیوب تبدیل به واقعیتش کنن. این یه دونه فکتی بود که خواستم براتون دراپ کنم همین اول ویدیو، در کنار خیلی چیزهای دیگه که میخوام در رابطه با سولفور کیوب بهتون بگم. فکتای دیگه هم وجود داره که در ادامه ویدیو بهشون میپردازم. اما قبل از هر چیزی، حالا این دوستمونم اینجا گذاشتم و صدا هم نداره، یعنی اگر صداش رو نمیشنوید به خاطر اینه که صداش رو قطع کردم، چون هی یه صدای حالت ملچ ملوچی میداد و بیش از اندازه بزرگ بود و اذیت میکرد، به خاطر همین آفش کردم. حالا میپردازیم به اونم، کارش دارم که گذاشتمش اونجا. یه نکته خیلی جالبی در رابطه با سولفور کیوب و مدل ضربه زدن بهش وجود داره. خب همونطور که میدونید شما میتونید یه دونه سولفور کیوب داشته باشید، توش یه دونه بلاک بذارید، ضربه بزنید، پرتاب میشه اینور اونور و شما میتونید با این قضیه بازی کنید، ماشین‌های مختلف بسازید و که حالا چرا تایتل ویدیو اینه هم بهتون در ادامه میگم. اما یه چیزی که توی دیزاین سولفور کیوب و این مدل ضربه زدنش برام خیلی جالب بود، بحث اینه که دقیقاً عین توپ بیلیارد انجامش دادن. یعنی چی؟ این الان زاویه سولفور کیوبه که رو به منه. شما بیایید این رو به 9 تا خونه تقسیمش کنید، یعنی باید یه خط بالا، یه دونه اینجا و 2 تا هم اینجا بکشید که 3 تا خونه بالا، 3 تا خونه وسط و 3 تا خونه پایین تشکیل بشه. ما یه دونه مربع وسط داریم که ضربه زدن بهش باعث میشه که این کیوبی که داریم باونس کمتری داشته باشه، یعنی میخوره زمین، کمتر برگرده بالا، پرتاب بشه و مسافت رو به سمت روبرو طی کنه. داری چی کار میکنی؟ اوکی. یه قسمت چپ داریم وسط چپ، یعنی که همین اتفاق میفته ولی توپ به زاویه‌ای حرکت میکنه که به چپ میره، که به راست میره در واقع. بذارید من یک بار نشونتون بدم. و تو چرا ول نمی‌کنی این سمتو؟ داری چی کار میکنی؟ اوه اون دوستت رو له کردی رسما. نه اینجا رو کاری نداشته باش. من میام و یه دونه تبر برمیدارم و اول به وسط این سولفور کیوب ضربه میزنم، دقیقاً وسطشه. و همونطور که میبینید میره جلو. حالا به خاطر وولی که داخلش گذاشتم این اتفاق میفته که این شکلی پرت میشه. خب دیدید الان یک ضربه مستقیم چی کار میکنه. اگر من بیام و به وسط چپ ضربه بزنم، میبینید که تا کجا میره و چه شکلی این اتفاق میفته. به راست وسط ضربه بزنم مجددا. حالا میرم سراغ ردیف بالا. اگر به بالا ضربه بزنم وسط، همینطور که دیدید بیشتر رو به جلو میره و کمتر به هوا پرتاب میشه و حتی باونس کمتری هم داره وقتی به زمین میخوره. طبیعتا راست و چپ مجددا همین اتفاق میفته. برو گم شو اونور، برو اونور. و اگر من بیام سراغ بالا چپ و این کار رو انجام بدم، مجددا به یه حالت اوریپتور حرکت میکنه دیگه و بالا راست هم همینطور. اگر برم سراغ ردیف پایین وسط پایین، بیشترین ارتفاع رو میگیره و در کمترین حالت خودش به جلو حرکت میکنه و چپ و راستش هم که مجددا این قضیه تکرار میشه. و خب این خیلی دیزاین جالبیه، یعنی کمک میکنه به تمام مینی گیم هایی که قراره بر اساس ضربه زدن به سولفور کیوب ساخته بشه و دقت رو بهش اضافه میکنه. من فکر میکنم یکی از بازی هایی که خیلی رایج بشه با سولفور کیوب خود چیزه، حالت چی بود؟ گلف. ببخشید یادم رفت، یه داشتم سکته میکردم. و الان اگر من مثلا این رو ببرمش جلو و بخوام نزدیک دروازه شم، چون تم جام جهانی هم خواستم داشته باشم، اومدم سراغ یک استادیوم و از اون استفاده کردم. الان نمیاد اون سمت، الان اونجا میمونه و دیگه هیچی. الان مثلا من میخوام یک ضربه‌ای بزنم که بره گوشه‌ای دروازه، پس من میام و با توجه به این قضیه اگر وسط پایین رو بزنم یا وسط بالا، بذار ببینم. خب این خیلی کمتر رفت. اگه بخوام چیپ بزنم طبیعتا باید وسط پایین رو بزنم که نمیرسه به خط دروازه و باید مستقیم بزنم، میره داخل دروازه و گل میشه. خب این میشه تمام کارهایی که شما میتونید با سولفور کیوبی که داخلش یه دونه کیوب قرار گرفته انجام بدید.
و من میتونم الان این رو حذفش کنم و حالا میتونیم بپردازیم به این که آقا اصلا غیر از حالا این بلاکی که داخلش بود و باعث میشد که یه همچین واکنشی نشون بده، چه گزینه‌های دیگه‌ای وجود داره برای اینکه من داخل سولفور کیوبم بذارم و بتونم با توجه به اون بازی که مد نظرمه بهترین استفاده رو ازش بکنم. من میام و این دوستمون رو اینجا میذارم، بعد با استفاده از شیرز بلاک داخلش رو هم برمیدارم. الان دیگه میتونه برای خودش آزادانه این ور اون ور بره. اولین کاتگوری که میپردازیم بهش چوبه که میشه شامل پلنک، وود، نمیدونم بامبوها و هر چیز دیگه‌ای که دارید نمونه هاش رو اینجا میبینید. به این کاتگوری میگن باونسی و وقتی که داخلش قرار بگیره یک کمی باونس میشه، ولی خب خوب پرتاب میشه این ور اون ور و برای خیلی از بازی ها احتمالاً مناسب باشه. میبینید برای مخصوصا گلف و اینها خیلی خوبه و این باونس رو الان فکر کنم متوجه شید که منظورم چی بوده. ببینید حتی از خط رد شد و هنوز هم داره ادامه میده. در ادامه با ورژن های دیگه ای که واکنش بیشتری نشون میدن آشنا میشید. حالا اگر بیام پایین وسط رو بزنم خیلی میره بالا، باونسش بیشتر میشه طبیعتا و کمتر رو به جلو حرکت میکنه. اگر بالا رو بزنم کمتر درگیر باونس میشه و بیشتر رو به جلو حرکت میکنه، همینطوری که دیدید. آره دیگه میره تا اینجا. این تازه حالت چوبیه که دارم میگم باونسش کمه. اگر بیایم این سمت میرسیم به TNT که معرف حضورتون هست، فکر میکنم توی ویدیوی قبلی مفصل توضیح دادم که داستانش چیه و مثلا چه شکلی میتونید ازش استفاده کنید. حالا خیلی کارهای بیشتری هستش که بخواید انجام بدید. فکر میکنم توی ویدیوها دیدید مثلا میبندنش به هپی گس، بعد میبرن این سمت یه جایی با فایر اسپکت و حتی تیری که فلیم داشته باشه هم میتونه شعله ور بشه و منفجر بشه. خیلی کارهای جالبی میشه باشه انجام داد. منتها از اینها هم میگذریم و میریم سراغ فست فلت ها که این سمت قرار گرفتن. دوستانی که دارید میبینید حالا فارغ از بحث پامکین و هیبیل و کلپ رو داریم اینجا، اسپانج رو داریم، چه خیسش چه خشکش. این پایینی هم چیز بود راستی، این پایینی هم کورال بود که الان اون هم مرده و به این شکل تبدیل شده. اینها باعث میشه، یعنی اگر اینها رو بذارید داخل سولفور کیوب باعث میشن که کمتر باونس داشته باشی، یعنی کمتر روی باونس کمک میکنن و بیشتر روی اینکه سر بخورن و برن جلو تاثیر گذارن. من مثلا میام و جک لنترن رو بر میدارم از اینجا، بعد چوب رو از داخل این بلاکمون در میارم، جک لنترن رو میذارم داخلش. اینجا هم سطوح مختلف رو در واقع ساختم برای اینکه مدل سر خوردنشون و اینا رو ببینیم. حالا جلوتر بهشون میپردازم. اگر وسط رو بزنم همینطور که میبینید دیگه رو زمین وقتی میخوره دوباره پرتاب نمیشه به بالا و باونس نمیکنه، اما بیشترین مسافت رو به جلو طی میکنه و سر میخوره، خوب سر میخوره. اگرم بالاش رو بزنم که دیگه قشنگ تخت زمینی مثل یه بغل پایی که میخوای پاس بدی، میره جلو و میرسه به اونور. حالا از این سمت بگذریم میرسیم به آیس که فکر میکنم که بتونید حدس بزنید قراره چه اتفاقی بیفته. اسم این کاتگوری فست اسلایدینگه. در واقع من میگم کاتگوری، ولی خود ماینکرافت به اینا میگه آرکتایپ و در واقع نمونه های مختلفی محسوب میشه از قابلیت هایی که این بلاک ها قراره به سولفور کیوب بدن. من میام این سمت و فست اسلایدینگ رو داریم که دیگه فکر میکنم قابل پیش بینی باشه قراره چه اتفاقی بیفته. البته فکر میکنم بهتر باشه که من بیام اینجا و یه دونه بلاک جدید رو بذارم، در بیارم این رو و یه دونه یخ بذارم داخل شما و حتی با یه دونه هول کوچیک ببینید، حتی اگر مخصوصا اگر روی یه دونه سطح یخی باشه دیدی تا کجا سر خورد و رفت. حالا من میرم نزدیکتر، یه دونه ضربه اول به وسط میزنم، میبینید باونس خاصی نداره تا جای ممکن، ولی سر میخوره. یه دونه به پایین، هنوزم داره سر میخوره، حتی یعنی همجوری لیز میخوره. این برای اون بازیه هستش توی المپیک، الان اسمش یادم رفته، یا توی مثلا 10 سال اخیر و اینا هم خیلی میبینیمش. مثلا یه تیکه یخ رو سر میدن و بعد بقیه با یه سری پاروهایی سعی میکنن سطح یخ رو انگار بسابن که این سرعتش یا مثلا جهتی که حرکت میکنه مشخص شه. این بیشتر برای اون بازی به کار میاد. بعد الانم میبینید وقتی بالش رو ضربه بزنم دیگه اصلا باونس نداره و فقط داره سر میخوره. منتها اگر بره روی یخ این سر خوردنش خیلی بیشتر میشه، همینجوری نرم و روون برای خودش ادامه میده و میره تا اونور. حالا میام این سمت و میرسیم به یه دونه
کاتگوری دیگه من میتونم یکم اینونتوریم رو خالی کنم که شامل سول سند و سول سویل میشه و بهش میگن های رسیستنس. حالا های رسیستنس یا مقاومت بالا یعنی چی؟ باعث میشه که خیلی سخت هل داده بشه و حتی باونس هم نداشته باشه. حالا اینکه این کجا به دردتون میخوره، مثلا توی بازی گلف وقتی که نزدیک به سوراخ نهایی میشید خیلی میخواید که کنترل داشته باشید روی توپ، یه وقت ضربه ای نزنید که توپ پرتاب شه، دور شه یا نمیدونم جهت عجیب و غریبی بگیره. این توی مینی گیم های گلف میشه از این استفاده کرد برای اینکه با یک ضربه کمترین مسافت رو طی کنه، باونس نداشته باشه و خیلی هم دقیق این کار رو انجام بده. پس حالا من میام مجددا سراغ این دوستمون. خب بعد این رو میذارم داخلش، بعد میرم سراغ ندر اکسم و همینطوری که دارید میبینید به زور اصلا حرکت میکنه. حتی اگر بالاش رو بزنم پایینش رو هم بزنم که چون هیچی باونس نداره کلا حتی اسلایدش هم ضعیفتر میشه. و اگرم ببرمش روی یخ ببینم روی یخ چه شکلی سر میخوره. بهتره، یعنی حداقل یخ کمک میکنه که خیلی از اینها بهتر روش سر بخورن. یه چیز دیگه ای هم که راستی یادم نره باید بهتون بگم، بحث حالا اینجا آب رو هم دارم و بهتون میگم، این دسته یعنی باونسی ها روی آب شناور باقی میمونن. همینطوری که دارید میبینید اینجا من داخل سولفور کیوب یه دونه بامبو گذاشتم و روی آب باقی مونده، غرق نشده و هر کاریش هم کنم مثلا غرق نمیشه. دیدید پرتاب شد اون سمت. TNT هم همینطور روی آب باقی میمونه، شناور باقی میمونه. اما فست فلت هایی که نشونتون دادم، فست اسلایدینگ ها و های رسیستنس ها، اینا غرق میشن توی آب. الان بذارید یه نمونه رو بهتون نشون بدم. این رو یادم رفته بود بگم زمان که داشتم معرفیشون میکردم. خب من اینو میذارم اینجا. حالا برو تو آب، برو تو آب. و همطور که میبینید رفت کف آب و سوالی که به وجود میاد وقتی زیر آبه چه اتفاقی میفته؟ تقریبا همون افکت رو داره، منتها به خاطر شناور بودن داخل آب یه کمی باونسی میشه، یه کمی شناور میشه، فاصله میگیره از روی زمین. ولی خب این قضیه روی مسافتی که طی میکنه هم اثر گذاره. اگر من الان بیام سراغ این دوستمون، من رو پرتابش کنم داخل آب، اتفاقی که میفته اینه که دارید میبینید دیگه چه شکلی حرکت میکنه. و این یکی از نمونه هاییه که باعث شده من این تیتر رو روی ویدیو بزنم. یه لحظه دکمه کیبورد رو گم کردم برای سویچ کردن دوربین و الان دیدید چه اتفاقی افتاد. من اومدم و یه دونه سولفور کیوب رو وصل کردم به قایقم، بهش ضربه میزنم و قایقم تکون نمیخوره. این در حالیه که این یکی از استفاده های اولیه سولفور کیوب توی بدراک ادیشن بوده و بعد پلیرها کم کم متوجه میشن که ما میتونیم کارهایی رو با سولفور کیوب توی بدراک ادیشن انجام بدیم که توی جاوا نمیتونیم و این بیشتر میشه و به مرور زمان حتی تو تمام پریویو های اخیر میشه رد پای این رو دید که دارن ویژگی های سولفور کیوب رو حداقل به صورت موقتی از بدراک ادیشن حذف میکنن برای اینکه شبیه جاوا ادیشن بشه، چون پلیرها شروع کردن به اعتراض کردن و این قضیه حتی اینجا هم صدق میکنه. اگر من بیام و سوار این قایق بشم، اتفاقی که میفته، حالا من یه دونه استیک هم دارم با ناکبک 2، من میتونم بیام نزدیک این بلاک هم بشم، شروع کنم به هی ضربه زدن و همینطوری که میبینید هیچ اتفاقی نمیفته، اصلا قایق من تکون نمیخوره، در حالی که این یکی از راههای پرواز کردن با قایق توی بدراک ادیشن بود. تو پریویوهای اولیه‌ای که منتشر شده بود اصلا چرا دور بریم آقا، تو تریلر معرفی سولفور کیوب شما یه دونه مونوریل میبینید که با استفاده از یک بلاک سولفور کیوب میتونن یه قایق بهش وصل کنن و یه مسافتی رو مستقیم طی کنن. این به شدت ساده بود ساختنش توی بدراک و الان دیگه نمیشه انجامش داد، چون قابلیتی که باعث میشد این کار رو انجام بدید حذف شده از بازی. و اون قابلیت چی بود؟ اگر میومدید سراغ بلاک هانی و اون رو برش می‌داشتید، چقدر هانی رو بد گفتم، امیدوارم که آره واقعا بگذریم ازش. میایم اینجا و الان من حتی نمیتونم این بلاک رو بهش بدم، توی بدراک ادیشن هم الان نمیشه این کارو کرد، ولی شما میومدید و این کارو انجام میدادید، بهش یه دونه بلاک عسل میدادید و بعد میومدید مثلا با استفاده از یه دونه لید برش می‌داشتید و میومدید اینجا مثلا توی قاب این دروازه، اگر این رو دقیق تنظیمش میکردید و میچسبیدید به یک سقف،
بلاک سولفور یا همون سولفور کیوب بهش میچسبید و روی این سر میخورد و میرفت و میومد و این تبدیل شده بود به مکانیزمی که ازش استفاده میکردن برای ساختن مونوریل. منتها اونم الان حذف شده و حتی اون رو هم نمیتونید بسازید. من صرفا یه سری فوتیج یعنی براتون روی تصویر گذاشتم که متوجه شید دقیقاً دارم چی میگم. و به خاطر اینه، یعنی هنوز هم توی جاوا ادیشن تغییری نکرده و اتفاقی براش نیفتاده. منتها اینکه کی اون ورژن درسته سولفور کیوب رو ببینیم بتونیم باهاش همین کاری جالب و بامزه رو انجام بدید، نمیدونم حقیقتش. امیدوارم که زودتر اتفاق بیفته. و خب اگر میپرسید که چرا اینجوری شده و چرا ورژن بدراک ادیشن متفاوت بوده از جاوا، به خاطر اینکه کلا دو تا تیم مختلف دارن روی هر کدوم از این ورژن ها کار میکنن. قبلا توضیح دادم بدراک ادیشن خیلی ورژن بهتریه، خیلی برنامه نویسی واسه ساده تره، خیلی مدرن تره و طبیعتا انجام دادن این کارها توی اون ساده تره. به خاطر همینه که الان موجان گیر کرده توی ورژن جاوا برای اینکه آپدیتش کنه و خیلی راحت داره تمام این تغییرات رو روی بدراک ادیشن اعمال میکنه. این هم از یک اتفاق دیگر. من این رو هم بهتون توضیح دادم. حالا میایم اینجا میرسیم به ماگما که خب ماگما هم میدونید دیگه دمیج وارد میکنه، روی آب شناور میشه و داغه و این فکر میکنم بهترین توضیحیه که میشه براش داد. خیلی استفاده میشه مخصوصا توی فارم ها. تو ویدیوی قبلی یک نمونه رو براتون مثال زدم، واقعا این اتفاق جالبیه. میایم سراغ پشم ها که یه نمونهش رو دیدید، من توی یکی از این بلاک ها گذاشتم. الان من اگر بیام این رو جداش کنم، این رو هم جدا کنم و یه ضربه به این دوستمون بزنم، همینطور که میبینید خیلی پرتاب میشه و روی هوا باقی میمونه. به خاطر اینه که وول خب سبک، وزن کمی داره و باعث میشه که روی هوا معلق و شناور بشه و همین روی آب هم طبیعتا شناور باقی میمونه. این شامل تمام رنگ های وول میشه. میایم این سمت و میرسیم به اسلو باونسی ها که دارید اینجا میبینید. بلاک های مختلفی رو شامل میشه. حالا بلاک آف دایموند رو داریم، امرالد رو داریم، استون رو داریم، یه سری اورهای خاص رو داریم مثل طلایی که دارید اینجا میبینید، ماد رو داریم، ندرک رو داریم، گلو استون، گلیسترکاتا، سندستون و همه اینها توی آب غرق میشن، اما باعث میشن که خیلی سرعت زیادی داشته باشه سولفور کیوب و باونس هم داره، اما ببخشید خیلی سرعت کمی داشته باشه. من داشتم برعکس میگفتم، یعنی هم باونس داره و هم سرعتش هم اوکیه. برخلاف این که خب اینجا ما سرعت کم رو داشتیم و هیچی باونس، این حداقل یه کمی باونس داره. من میام این رو برمیدارم، یه بلاک آف امرالد میذارم داخلش و حالا ضربه میذارم. اون باونس اولش رو دیدید همون بود، یعنی یک کمی تغییر میکنه. البته الان بهتر نمایش داده شد، الان خیلی بهتر نمایش داده شد. آره الان دارید بهتر میبینید. تقریبا شرایط مشابهی، انگار یکی دو لول از این بهتره. و اگرم بیام به پایینش ضربه بزنم چه اتفاقی میفته؟ خب سوال بعدی اینکه ناکبک تاثیر داره یا نه؟ همونطور که میبینید نه، زیاد تاثیر خاصی نداره و اتفاقا ندررایت اکس فکر میکنم که بهترین گزینه است برای ضربه‌ای که دارید یا میخواید بزنید، برای اینکه بیشترین چیز رو داشته باشه، بیشترین واکنش رو داشته باشه نسبت به ضربه شما. من الان این رو برش گردونم به اون سمت و بعد بپردازیم به دسته‌بندی بعدی که بهشون میگن اسلو فلت و اینجا داریمشون. اینجا بلاک آف آیرن رو داریم، گلد رو داریم، ندررایت رو داریم، مس رو داریم، اورهایی مثل آهن رو داریم. من فکر کنم اور طلا رو اون سمتم تکرار کردم که این اشتباه منه. آره این رو باید از اینجا نادیده بگیرید، همین سمته. و کاری که اینا انجام میدن اینه که یه کمی گراویتی یا جاذبه بیشتری دارن و باعث میشه که سنگین تر به نظر برسن. اگر من الان بیام و این گلد رو بردارم و بذارمش داخل این سولفور کیوب هم میتونیم تاثیرش رو ببینیم. خیلی هاشون شاید نزدیک به هم باشن ها، ولی دارید میبینید حتی صداش هم اگر دقت کنید، آره یه صدای فلستوری هم میده. و این هم حالا اگر اصلا وقتی به پایینی ضربه میزنید خیلی کم حرکت میکنه، ولی باز هم باونس رو داره، یعنی مثل این نمونه نیستش حداقل. مجددا میریم به این سمت و میرسیم به دسته‌بندی بعدی. این دوتای آخری هم که معرفی کردم، یعنی این دوستان و این دوستان، خب چون سنگینن و فلزن طبیعتا داخل آب هم غرق میشن. میایم و میرسیم به دوستان اسلو اسلایدینگمون که خب از اسمشون مشخصه که چه اتفاقی میفته. خیلی اسلاید یا سر خوردن کمی دارن و باز هم به سختی
میتونن که یعنی به سختی که نه کلا باونسی هم نمیکنن. من میام اینجا و این دوستمون رو برمیدارم، میام اینجا روی زمین عادی شیرز میزنم بهش، این بلاک رو میذارم داخلش. من تبرم رو زدم رفت، عجب اشتباه بدی کردم. مثلا بذارید تبر رو عوض کنیم، بیام سراغ دایموند و حتی مثلا چوب رو هم امتحان کنیم، بیاید اصلا تاثیر تبرهای مختلف رو تست کنیم. همینطوری که میبینید اسلاید جالبی داره، اصلا باونس نمیکنه، هنوز داره اسلاید میکنه. اگر به بالاش ضربه بزنم طبیعتا مسافت بیشتری رو اسلاید میکنه، باونس نداره. و اگرم به پایینش ضربه بزنم که همینه، یعنی خب زیاد البته فرقی نمیکنه، صرفا مسافتی که اسلاید میکنه رو میتونید کنترل کنید. حالا من میام و به وسطش ضربه میزنم، شما سرعت و اون شتابی که داشت رو دیدید. حالا میام با چوب همین کار رو تکرار میکنم. فکر میکنم یکیه، من در رابطه با این چیزی ندیدم و نخوندم که جنس های مختلف مثلا عکسی که استفاده میکنید، تبری که انتخاب میکنید روش اثر گذار باشه. این رو اگر شما میدونید تو قسمت کامنت ها به خودم هم بگید. میاییم و این سمت میرسیم به این دوستان که اگر دقت کنید اینا حالت عادیه، بهشون میگن رگولار. و اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که الان توی ردیف بالا ما بدراک ادیشن اونلی ها رو داریم که اخیراً از کار افتادن و دیگه کار نمیکنن برای اینکه شبیه جاوا ادیشن بشه بدراک هم. و بعد پایینی ها رو داریم که خیلی حالت عادی دارن و اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که خیلی نرمال هم سر میخوره و هم باونس میکنه. یعنی اگر من بیام و این درت رو بردارم، بیام اینجا سراغ این دوستمون، شما رو بندازم بیرون، دوباره فکر میکنم که درت رو گذاشتم جای، چرا من دارم این اشتباه رو میکنم؟ خب حالا اگر بهش ضربه بزنم خیلی استاندارد محسوب میشه، یعنی پایه و مقدماتی تمام این بلوک هاست شاید. و این هم برای همین فکر میکنم در رابطه با عسل هم بهتون گفتم که خب الان کاربردی نداره، بهش میگن استیکی، ولی میگم بیشتر برای این بود که یعنی روی مثلا این سطوح و اینا استفاده بشه برای ساختن اون ماشین ها. منتها خب فعلا کاربردی نداره. ولی الان اگر شما بیایید و این هانیکومب رو که تنها بلاکی که میشه از این جنس داخل چیز گذاشت، داخل سولفور کیوب گذاشت رو بذاریم و تستش کنیم، همینطور که میبینید نه باونس میکنه، پرتاب میشه، ولی جایی که میفته میچسبه به زمین و نه اسلاید میکنه، مجددا وقتی میرسه به زمین میچسبه و همونجا میمونه. این قابلیت این دوستمونه، یعنی خب پرتاب میشه به هر حال، چون وزنش یعنی سه تا معیار مختلف دارن. یکی اینکه موقع ضربه چقدر به هوا پرتاب میشن، وقتی که پرتاب میشن و میخورن زمین چقدر باونس میکنن، یعنی چقدر میخورن برمیگردن و مجددا این رو تکرار میکنن، و یکم چقدر سر میخورن. و بعد فکر میکنم که دیگه چی باقی مونده باشه؟ همه رو گفتم. آره همه رو گفتم و نکته دیگه‌ای باقی نمیمونه غیر از این آه و حسرتی که ما برای ورژن جاوا ادیشن داریم که خب چرا آخه نباید این اتفاق بیفته و چرا ما نباید ماشین ها و کارهای جالبی که میشه باش انجام داد رو انجام بدیم. و اگر من بیام اینجا و یه دونه وول رو بردارم، به این شکل بذارید یه رنگ بنفش رو بردارم، اصلا بیام سراغ این دوستمون بهش یه دونه وول رو بدم و بعد شروع کنم به ضربه زدن بهش، یه اتفاق جالبی که میفته این که من میتونم روی هوا نگهش دارم و باعث بشم که نیفته روی زمین، ولی خب از این نمیتونم برای بلند کردن اجسام و جابجا کردنشون مثل یه دونه انتیتی استفاده کنم. و همین، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. نظر شما چیه؟ مراقب خودتون باشید و تا ویدیوی بعدی خداحافظ.